بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد البراء محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل المرء والتقى. اما بعد، در جمعه گذشته هم در رابطه اوصاف بهشت چند دقیقه با هم صحبت کردیم. در این جمعه هم ان شاء الله الرحمن در رابطه اوصاف بهشت با هم صحبت خواهیم کرد. و یک از اوصافی که آن آغاز میکنیم عبارت از اصول و اسرها و خیمه های بهشت است. الله جل وعلا شانه عز وجل بهشت خود را مزین و خیمه ها و اسرها کرده است. مثل که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث شریف مهربانی میکنند، او حدیث معراج است، داستان معراج را بیان میکنند. ثم ادخلت الجنه، من پس به بهشت داخل کرده شدم و اذا هی جنادل لؤلؤ، پس همین بهشت گنبدهای از لؤلؤ، گنبدهای از مروارید بودند، گنبدهای کران از مروارید بود. این هم ساختمانهای بهشت را پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان میکند. و همچنین الله پاک جل وعلا شانه در قرآن کریم میفرماید حین و در جای یا هنگامی که آن چیزهایی را که خداوند به مؤمنین وعده داده آن را ذکر میکند، بعدا میگوید و مساکن طیبة فی جنات عدن، ما برای مسلمانها و مؤمنین وعده کرده ایم مساکن طیبة، جاهای سکونت پاکیزه را فی جنات عدن، در باغ‌های و بهشت‌ها و جنت‌های عدن ما بر اینا مهیا کرده ایم. و همچنان الله پاک جل وعلا شانه در قرآن عظیم الشأن می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اولئک یجزون الغرفة بما صبروا، امی بندگان و عباد رحمان، بندگان شایسته رحمان، یجزون الغرفة، اینا پاداش داده میشوند غرفه های بهشت را. و این پاداش اینا در مقابل مزد اینا غرفه های بهشت برای اینا اعطا کرده میشوند. و یلقون فیها تحیة و سلاما، و در آنجا ایشان ملاقی میشوند و تحیت و سلام. تحیت را بعضی مفسرین مثل امام رازی رحمه الله این قسم تفسیر کرده که عبارت از دعا کردن و تعمیر، و سلام را همچنان این قسم تفسیر کرده است که دعای سلامتی، یعنی رجع دعای تعمیر و دعای سلامتی به دو چیز میشه. این که در بهشت برای اینا دعای تعمیر میباشه اینا که همیشه آباد و معمر و در حال عمران باشه که نعمت‌هایی که الله برای شما داده از شما گرفته شود. یک قسم برای بهشتی‌ها دعا کرده میشود. و دعای سلامتیش به این معنا که خداوند جل وعلا شانه امین نعمت‌هایی را که برای شما الله جل وعلا شانه اعطا کرده است، خداوند امین را همیشه بدون کدام شایبه و کدام زیان برای شما قرار بدهد و این شایبه‌ای در آن ایجاد نشود. و یکی در رابطه سلام که دعا با سلام میکنه، دعای سلام را برای اینا میاندازه کی است؟ در رابطه این مسئله از مفسرین کرام دو قول است. بعض از مفسرین کرام میگوید به کسانی که برای جنتی‌ها که در غرفه ها و در خانه بهشتی میباشد که سلام میاندازه الله پاک جل جلاله میباشد. بعض از مفسرین این قسم معنا کرده است، زیرا که میگوید وقتی که در بهشت الله پاک جل وعلا شانه به بهشتی ها تمام نعمت ها را اعطا کرد، تمام نعمت را که به اعطا کرد آیا چیزی برای شما باقی مانده است که برای شما اعطا کنم؟ اونا میگن هیچ چیز باقی نمانده، یا رب من همه چیز را به ما تو اعطا کرده ای، ای پروردگار ما همه چیز را تو به ما اعطا کرده ای. دی وقت که حضرت الله جل وعلا شانه برای ما سلام میاندازد و دیدار خود را نصیب میکند. و می هست مصداق قول الله جل وعلا شانه که خداوند جل وعلا شانه در قرآن کریم میفرماید لهم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم، بهشتی را هر آن چیزی که بخواهند در بهشت برایشان میباشد سلام قولا من رب الرحیم. و دیگر این که سلام میباشد اینا را که قول میباشد از جانب پروردگار رحیم و مهربان، یعنی پروردگار مهربان در بهشت بر اینا سلام میاندازد. یک از نعمت‌های بهشت این است وقتی که در غرفه‌های بهشت قرار گرفتن حضرت الله جل وعلا شانه بر اینا سلام میاندازد. و یا بعض از مفسرین کرام او را این قسم تفسیر کردن که ملائکه از دروازه های گوناگون بر اینا چه میشه داخل میشود.
بر بهشتی ها سلام میندازن السلام علیکم و رحمت الله، السلام علیکم و رحمت الله. این بعضی مفسرین یک قسم ترجمه کردن. خلاصه گفتم خداوند جل جلاله به اساس آیت قرآن کریم که ترجمه شد، خداوند جل جلاله به بهشتی ها غرفه‌ها را اعطا می‌کند که الله گفتی پاداش آن چیزی از اینا صبر کردن در عبادت الله جل جلاله، در بندگی الله جل جلاله و از معصیت نفس خود را صبر کردن، بند کردن، نگذاشتن که نفس‌های اینا معصیت و گناه را مرتکب شود. به همین خاطر خداوند تبارک و تعالی این غرفه‌های بهشتی اعطا می‌کند. و در رابطه از این غرفه‌های بهشتی قرطبی رحمه الله می‌فرماید که این غرفه‌های بهشتی بسیار بلند میباشد، بلند منزل‌های میباشد، قصرهای شایق و بلند میباشد که خداوند تبارک و تعالی به بهشتی اعطا می‌کند. و همچنین در حدیث شریف از حضرت علی کرم الله وجهه در رابطه آن نقل است که می‌فرماید ان فی الجنة غرفا، هر آینه در جنت غرفا یعنی غرفه‌ها و خانه‌های است، قصرهای است، همین بهشتی‌ها یرا ظاهرها من باطنها و باطنها من ظاهرها، که دیده می شود ظاهر آن از باطن آن. کسایی که در داخل بهشت باشند، در خانه‌ها و در این غرفه‌ها قرار داشته باشند، بیرون این غرفه‌ها را دیده می‌کنند، و کسایی که در بیرون این غرفه‌ها باشند، داخل این غرفه‌ها را دیده می‌کنند. به معنای که بسیار چی باشد؟ شفاف باشد، مثل سنگ و از سنگ و چوب دنیا جمع نشده که ماورای کسی دیده نتواند. این بسیار شفاف باشد. باز می‌فرماید اعدها الله تعالی، آماده کرده از خداوند تبارک و تعالی همین غرفه‌ها و قصرهای شفاف بهشتی را برای کی آماده کرده خداوند تبارک و تعالی؟ لمن اطعم الطعام، از برای کسی که به مردم به خاطر خدا طعام می‌دهد، و الان الکلام، و اینکه سخن خود را نرم می‌کند، به مردم سخن تند و تیز نمیگوید، مردم را رنجور نمی‌سازد، از زخم زبان خود مردم را در عمل می‌دارد. خداوند برای اینا آماده کرده است. و باز میگه و اتبع الصیام، و این که صیام را پی در پی میگیرد. در رابطه این لفظ حدیث شریف شارحین حدیث قسم میفرمایند، میگه بعد از اینکه رمضان شریف سپری شد باز هم اینا روزه میگیرن، این به روی مردم است. و باز میفرماید و صلى باللیل و الناس نیام، و برای اون مردم این آماده کرده الله اونا در شبها نماز میخوانند در حالی که مردم به خواب میباشند. این خانه‌های بهشتی خداوند برای این طبقه مردم‌ها چه کرده آماده کرده است. کوشش کنیم که از جمله یکی از اشخاص خود قرار بدهیم که خداوند جل و علا شانه عز و برهانه از این قصرها و غرفه‌های بهشتی نصیب ما می‌گرداند و ما شما را حساب بده از این الله پاک جل جلاله. و در دیگر حدیث شریف در رابطه همین قصرهای بهشت این قسم آمده که در آن حدیث را عبدالله ابن قیس از پیامبر معظم اسلام نقل میکنه که پیامبر معظم اسلام فرمود ان فی الجنة لخیمة، هر آینه در بهشت خیمه میباشد من لؤلؤ واحدة مجوفة، که خیمه از لؤلؤی از یک لؤلؤ میباشد، از مروارید یکتا میباشد، از در یکتا میباشد، مجوفة که در بین آن داخل وجود باشد، خالی میباشد، در داخل آن فضای وجود داشته میباشد. طولها 60 میلا، درازی او 60 میل میباشد. یک در رابطه میل از مفسرین شارحین حدیث اقوال متعدد نقل است. بعضی آن میگه 3000 ذراع است، بعضی میگه 4000 ذراع است. اگر 4000 ذراع شد 2 کیلومتر میشه یک میل، اگر 3000 ذراع شود 1.5 کیلومتر میشه، اگر این 2 کیلومتر شود یک میل، پس 60 کیلومتر میشه 120 کیلومتر. بلندای قصرها که چقدر بلند میشه قصرها، 120 کیلومتر قصرها بلند میباشد. پیامبر معظم صلی الله علیه و سلم در حدیث شریف مهربانی میکنه و این هم یک میروارید یکتا میباشه، یک میروارید است به اندازه 120 کیلومتر بلندای میباشد. آیا در دنیا این قسم قصر یک انسان ساخته میتونه که داخل یک گنبد باشه و داخل یک فضای باشه که هیچ ستونی نخورده باشه و به اندازه 120 کیلومتر بلندای باشه؟ آیا در دنیا این قسم خانه یا کسی ساخته میتونه؟ نه خیر. الله پاک جل و علا شانه این قسم گنبدها و این قسم خیمه‌ها و بهشتی‌ها اعطا میکنند. باز میفرماید وللمؤمن فیها اهلون، و از برای بهشتی‌ها و کسای مؤمنین بهشت برایشان چی میباشد؟ فیها اهلون، در آن خیمه‌ها خانواده‌شان میباشد. یطوف علیهم المؤمن، مؤمن من بنده مؤمن خدا سر از اهل بیت خود سر میزنه، یک دفعه دعت زمره یک دفعه دعت زمره، فلا یرا بعضهم بعضا، با این که قدر عظمت داره خب
بعضشون باز دیگر دیدن نمیتونن. در اون حدیث در شریفی دیگر بیان شد که پیامبر معظم اسلام گفت خانه های بهشتی آنقدر شفاف میباشد که از بیرون داخلش دیده بشه، از داخل بیرونش دیده بشه. در این حدیث شریفی قسم بیان که در داخل خیمت از خانه ها است، احنای در اکناف و اطراف یا در کناره ها و کوچه های زیبه باشد، این باید اهل متصل بزنه دیگه اهلشون رو نمیبینن. در این حدیث شفافیت خانه های بهشتی ثابت میشه که از بیرون معلوم میشه. در دیگر حدیث شریف قسم معلوم میشه که در دیگر خانه مومن سر زد، در دیگر خانه اون دیگر اهل بیتش دیده نمیتونه که در اون خانه دیگر سر زده، از اسرار خانوادگی چی میشه گویا خبر نمیشه، او در اون خانه سر میزنه. اول خیلی بگیم که خداوند جل و علا شانه در رابطه جمع از حدیث یکی میگه شفاف است یکی میگه نیست. این قسم بگیم که برای مؤمن قسم و قسم خیمه ها میباشد. بعض از خیمه های آنقدر شفاف است که در بین مؤمن بگرده گویی که در بین شیشه میگرده، از بیرون معلوم میشه که با اهل بیت خود باشه، با کسایی که دوستای خود ملاقات کنه در آنجا از بیرون دیده میشه. و بعض خانه های را الله جل و علا شانه قسم آفریده است در بهشت که از بیرون یا کسی دیگری اما از دیدن بهشتی مطلع شده نمیتونه که اون بهشتی در خانه خود قرار میده، کسی از او خبر شده نمیتونه، اون رو دیده نمیتونه. مثل خودش رسول الله میگه فلا یرا بعضهم بعضا، بعضی از اینا بعضی دیگر رو دیده نمیتونه. یعنی قسم خانه ها خداوند جل و علا شانه عز و برهانه در بهشت برای مؤمنین اعطا میکنه. در این دنیا هم همین قسم است. بعضی خانه ها شیشه خانه هایی است که از بیرون دیده میتونه داخلش و بعضی قسمی است که دیده نمیتونه. پس در بهشت الله پاک جل و علا شانه عز و برهانه و بی بهشتی ها اقسم نعمت های را اعطا میکنه. و همچنان الله پاک از این خیمه ها در قرآن کریم در سوره رحمان چنان یاد میکنه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم حور مقصورات فی الخیام، حورهای میباشند زنان کلان چشمی میباشند مقصورات فی الخیام که بند کرده میباشند در امین خیمه ها، در داخل این خیمه ها میباشند برای بهشتی در انتظار میباشند تا این بهشتی خوش شود از نعمت های الله جل جلاله و نعمت های الله لذت ببرد و متلذذ شود. و همچنان در رابطه خانه های بهشتی نقل شده است که روز پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که در سفر معراج رفته بود، در اونجا بعضی چیزهایی را پیامبر صلی الله علیه و سلم دید. از جمله چیزهایی که دید رمیسا خانم ابی طلحه را در بهشت رسول الله صلی الله علیه و سلم دید و کشکش پای حضرت بلال رضی الله عنه در بهشت پیامبر صلی الله علیه و سلم شنید. و همچنین یک قصر بسیار زیبایی را دید که در بالای آن یک زن بهشتی بودند. پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسان میکنه که قصر از کیست؟ در پاسخ رسول الله گفته میشه این قصر از حضرت عمر رضی الله عنه. در دنیا که آمد پیش حضرت عمر داستان را قصه کرد، میگه این قصر دیدم دلم شد که داخل شدم در قصر، میگه غیرت تو یادم آمده. ای عمر، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه یا رسول الله من در حق تو هم غیرت میخورم، هیچگاه من در حق تو غیرت نمیخورم، تو امین‌ترین کس در حق ما هستی، تو از پدرها و امهات و آبا و اجداد ما در حق ما امین هستی، ما به تو اعتبار و اعتماد داریم رسول الله صلی الله علیه و سلم. این هم در این حدیث ثابت میشود قصرهای بهشت که پیامبر صلی الله علیه و سلم داستان را بیان میکنه. و همچنان روزی حضرت خدیجه کبری رضی الله عنها آمد به مجلس پیامبر صلی الله علیه و سلم. پیش از اینکه حاضر شود جبرئیل علیه السلام بر پیامبر صلی الله علیه و سلم سر زد، گفت خدیجه بیاید بر خدیجه از طرف الله و از طرف ما سلام برسان و برایش بشارت بده که خداوند جل و علا شانه در بهشت یک قصر را برای اعطا میکنه که از نی میباشد و این نیهای دنیا نیست. چقدر قصر زیبایی خواهد بود وقتی که به اندازه یک مروارید 120 کیلومتر بلندای زیبا باشد. از نی چقدر قصرهای زیبایی خواهد بود که تصور کرده نمیتونیم. مگر در آن حسب و نسب نمیباشد، هیچ صدای در آن بهشت در اون قصر نمیباشد و هیچ سختی و مشکلات نمیباشد که خداوند تبارک و تعالی به حضرت خدیجه کبری این اعطا میکنه.